خب چی کامل شد؟ توضیح بدیم. آره شما چی شد ما رو انتخاب کردی؟ ما پیج اینستا شما رو داشتیم. خب بعد پیگیری بودیم. بعد مادر من اولوش فکر کنم یه 7 10 ماه پیش اومده بود واسه کاش. خب بعد الان 10 ماه بعد من اومدم واسه کاش با زن پسر خالم با اون یکی مامانم. با چی؟ با یکی پدرم دو زن داره. آها با اون یکی مامانم. جفت فرستادن کاش؟ آها. دمشون گرم خدایی. 3 نفر الان تو این کلینیک داریم کاش انجام میدیم. خب شما این طبقه ای؟ جان شما این طبقه ای؟ ما این طبقه ایم. مادرم طبقه 4 فکر کنم. یه طبقه 5 داریم. 5 زن پسر خالم. هر سه طبقه الان زیباجو داریم از بابلسر. ایوه دم شما گرم. انشالله بعد اینم بیشتر از بابلسر میاد. دیگه شما سفارش کل کردی. اقوام قرار بیاد. شما سفارش کردی دیگه حرفت سنده. مرسی. خیلی مخلص.